به نام خدا. خب جلسه دوم از آموزش مقدماتی جاوا اسکریپت رو داریم با چت جی پی تی. در این جلسه میخوایم یه مروری داشته باشیم بر جلسه قبل و ادامه بحث رو پیش ببریم. خب در این مرور کوتاه در جلسه قبل در واقع توضیح دادیم که جاوا اسکریپت چیست و چه کاربردی داره، چطور اجرا میشه، لوازم نصبش چیه، لوازم و ابزارهایی که باید باش کار کنیم چیه. توضیح دادیم که نیاز به نصب نداره، یک زبان تفسیری هست که معمولاً تمام مرورگرهای امروزی از اون پشتیبانی میکنن. یک سری مثالهای ساده زدیم که در واقع چطور در واقع میتونیم مثلا یک لاگ اون رو پرینت بگیریم به این صورت و داخل جاوا اسکریپت داخل HTML میتونیم از اون استفاده کنیم. داخل HTML استفاده میشه، CSS و هر شود که در واقع اینها. بعد حالا ساختار کلی برنامه در جاوا اسکریپت چطور هست، چیه و چجوریه. ساختاری که برای جاوا اسکریپت هست در واقع اولا ترتیب اجرای کد از بالا به پایین هست، یعنی اگر کد بالاترین کد در واقع اجرا میشه و یکی این که کیس سنسیتیو هست، یعنی حساس به اسپیس هست و اگر شما مثلا اسپیس بذارید در واقع حساس هست بهش. سیمیکالون ضروری نیست توی زبان در واقع جاوا اسکریپت و هر زبان تفسیری دیگه مثل پایتون و اینها. خب پس این از این. یک موضوع دیگه، مسئله دیگه در جاوا اسکریپت اینه که متغیرها در جاوا اسکریپت چی هستند و چطور کار میکنن. همچنان در واقع در جاوا اسکریپت مانند زبان پایتون متغیرها نوعشون رو نیازی نیست که ما در واقع نام ببریم برای جاوا اسکریپت و خود جاوا اسکریپت تشخیص میده که بر اساس مقداری که به اون متغیری که تعریف میکنیم تشخیص میده که چه نوع یا چه تایپی رو ما مد نظرمون هست. برای تعریف متغیر از 3 در واقع روش استفاده میشه. یه روش که قدیمی هست، روشی که با کلمه کلیدی ور شروع میشه. یه روشی که جدید هست در واقع با کلمه کلیدی let هست که قابل تغییر هست و یه روش دیگه هست که بهش میگن روش کانست که متغیرهایی که نمیشه اونها رو تغییر داد مقدارشون رو. چند تا مثال اینجا آورده که عرض میکنم خدمتتون. مثلا از let یک مثال آورده که مثلا یک مقدار عددی رو گرفته که اینجا مشخص میشه که تایپ و نوع let اینجا اینتجر هست. یک کانست هم هستش که اینجا نوعش رشته هست یا استرینگه. اون ورو هم که گفتیم که توصیه نمیشه دیگه، در واقع یه دپریکیت یا منسوخ شده است. انواع داده ها در متغیرها در داده های یا دیتا تایپ متغیرها در جاوا اسکریپت چجور هست؟ انواع داده داریم. نامبر داریم که همون اینتجر رو در واقع اینها هستش، به قولی فلوت و دابل و اینها همه در نامبر خلاصه میشه. استرینگ داریم که رشته رو ذخیره میکنه. بولین داریم که ترو فالس ذخیره میکنه و آندیفایند داریم و نال داریم. آندیفایند یعنی تعریف نشده، نال هم که یعنی مقدارش در واقع یه جورایی صفر هست. خب اینجا یک مثال هایی هم که از متغیرها از دیتا تایپشون آورده به این صورت هستش که در واقع اگر ما در واقع عدد بدیم نامبر میشه، اگر رشته باشه که میشه استرینگ، بولین باشه که میشه ترو یا فالس. حالا برای اینکه بدونیم که تایپ
متغیری که تعریف کردیم چی هست، از کلمه کلیدی type of استفاده میکنیم. موضوع دیگه این که عملگرها در جاوا اسکریپت به چه صورت هست. عملگرها در واقع همونطوری که در تمام زبانهای برنامه‌نویسی ما به ابزارهای مقایسه‌ای و ابزارهای در واقع عملهای ریاضی و محاسباتی نیاز داریم، بنابراین در جاوا اسکریپت نیز عملگرها به چند دسته تقسیم می‌شوند: عملگرهای ریاضی، انتسابی، مقایسه‌ای. عملگرهای ریاضی هم که به اضافه و منها و ضرب و تقسیم و باقی مانده تقسیم هست، و عملگرهای محاسباتی هم مساوی به اضافه مساوی و منها مساوی هستش. مقایسه‌ای هم که مساوی 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 مساوی، نامساوی نامساوی مساوی و بزرگتر و کوچکتر هستش. تفاوت مهمشون چیه؟ مثلا یه تفاوت بین مساوی مساوی و مساوی 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 اینه که مثلا 5 مساوی مساوی 5 میشه true، ولی 5 مساوی 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 5 میشه false. اینو بعداً توضیح میدیم که چرا false میشه، ولی خب میشه false. پس مساوی مساوی با مساوی 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 مخالف هست، یعنی در واقع اون مساوی 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 نامساوی است، یعنی این مثل این عمل میکنه. خب تبدیل نوع داده چجور هست؟ یعنی چجور میتونیم یه نوع داده رو کست یا کانورژن کنیم؟ تایپ کانورژن بهش میگن. نامبر مثلا 1 2 3 رو میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم مثلا در واقع اینو تبدیلش کنیم به عدد. خب میگیم که نامبر 1 2 3. این 1 2 3 که اینجا هست یه رشته است، ولی این در واقع این تایپ نامبر رو یا تایپ عددی رو میخواد ازش بگیره. میگیم که نامبر 1 2 3 رو به ما بده. یا میگیم که استرینگ 45 که اون داخل دو تا دابل کوتیشن قرار میده و اون رو رشته میکنه. بولین 1 هم اون رو 1 رو ترو میکنه. پس این نشون میده که برای تایپ کانورژن باید بیایم و بر اساس منطق واقعی بر اون تایپ کانورژن انجام بدیم. اگه مثلا این مثلا 10 باشه، دیگه این بولین روش کست انجام نمیده، کانورت انجام نمیده، چون که 10 در بولین معنا نداره. در بولین یا 1 یا 0 هست. خب دریافت و نمایش اطلاعات در جاوا اسکریپت چطوریه؟ چطور میتونیم یک اطلاعاتی رو دریافت کنیم و یا یک اطلاعاتی رو از کاربر بگیریم؟ برای مثلا اینکه اطلاعاتی رو نمایش بدیم میتونیم از کنسول لاگ استفاده کنیم. کنسول لاگ یک لاگی رو در واقع روش سیستم میندازه، یا از آلرت استفاده کنیم. برای اینکه از سیستم بخوایم چیزی وارد کنیم و بگیریم هم از پرامپت استفاده میکنیم که این از کاربر یک ورودی میگیره. برای یه مثال ترکیبی که هم ورودی میگیره هم خروجی، هم به این صورت هستش که یه متغیر نیم تعریف میکنیم، میگیم پرامپتش کن در واقع از کاربر بگیرش و آلرتش کن روی در واقع سیستم. خب اینجا هم یه تمرین داده که تمرین من میخونم، شما حل کنید. تمرین مهم. تمرین 1. نام و سن رو دریافت کنید و نمایش پیام خوشامدگویی، یعنی همراه با در واقع نامی که دریافت کردید خوش آمد میگید به اون کسی که نامش رو از کاربر گرفتید. تمرین 2. دریافت 2 عدد، محاسبه جمع و نمایش نتیجه. 2 عدد دریافت کنید و نتیجه رو به صورت خروجی نمایش بدید، یا با آلرت یا با لاگ. خطاهای رایج مبتدی‌ها. حواستون باشه که استفاده نکردن از let و conset، در واقع از let و conset استفاده نکنید زیاد. اشتباه در از let و conset استفاده کنید، به خاطر اینکه اگه از این کلمات کلیدی استفاده نکنید متغیر اصلا تعریف نخواهد شد. اشتباه در دابل کوتیشن و تگ کوتیشن. دابل کوتیشن برای مقدار رشته است، ذخیره کردن مقدار رشته است، ولی تگ کوتیشن برای کاراکتر هست، تگ کاراکتر هست، یک کاراکتر. و حالا اشتباه در مساوی 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 که شبیه مساوی مساوی هست،
فراموش کردن کنسول رو هم فراموش نکنید برای لاگ انداختن و اینها. خب اینم جنبندی جلسه دوم هست که گفتیم متغیر چیه، انواع داده چیه، عملگرها چه هستن و ورودی و خروجی رو تعریف کردیم و حالا در جلسه بعد می‌خواهیم در واقع شرط‌ها و تصمیم‌گیری‌ها رو در برنامه توضیح بدیم. ممنونم از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. تا جلسه بعد.